افغانستان امروز آشغالدانی ایران است. نه تنها از ایران، از پاکستان، از روسیه، از ازبکستان، از ترکمنستان، از قزاقستان، قرقیزستان و حتی تاجیکستان. هر قدر که هیئت ایرانی، هیئت روسی، پاکستانی، چینایی، نمیدونم هر کشور دیگر که بگیریم که میاد، دقیقاً میخواید که اشغالدانی تر شود. فعلا مثلا در 2025 حجم تجارتی بین افغانستان و ایران 3.5 میلیارد دلار است. امروز مقام اول ایران در رابطه تجارتی خود با افغانستان دارد. از 3.5 میلیارد دلار چندش به نفع ماست؟ 53 میلیون دلاریش. از 3.5 میلیارد دلار 53 میلیون دلارش در جیب ما میفته، بقیهش بیش از 2.4 میلیارد دلار در جیب ایران میفته. صادرات ایران چیست در افغانستان؟ صادرات ایران باذنجان، سیب، کچالو، میوه، تخم مرغ، سبزیجات. این صادر در بخش زراعت، نفت و گاز و برق اینا رو میگذاریم. بنابراین منافع ما در تضاد با ایران به خاطر این است که اگر روزی در افغانستان یک حکومت مسلکی باشد، علمی، که هیچ وقت نبوده، چی امان الله خان بوده، چی نادر خان، چی شاهی بوده، چی شاه مطلقه بوده، چی جمهوریت بوده، چی جمهوری دموکراتیک بوده، چی جمهوری اسلامی، چی امارت، ما حکومت داشتیم، اما حکومت علمی و مسلکی نداشتیم که در رأسش افراد متقی، متخصص، متحد قرار بگیرد. اگر روز ما چنین حکومت داشته باشیم، این به ایران میگوید، به پاکستان میگوید، به آسیای مرکزی میگوید که من 70 میلیارد متر مکعب آب جاری دارم، 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت دارم، من اینمی آب خود به شما دور میدم، سویچش شیردانش بسته میکنم، 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت که دارم من کشت میکنم، به تمام مردم افغانستان باذنجان مجانی میدهم، سیب مجانی میدهم، نمیدونم گوشت و میوه و تخم مرغ و سبزیجات مجانی میدهم، به جای که ما وارد کنیم از ایران که بیش از 2.9 میلیارد دلار در جیب میرود. مسئله دیگر مثلا که من میگم در تضاد است، تنها ایران نیست، کشورهای منطقه کلش میگیریم، منطقی، عقلی که فکر کنیم. مسئله برق، ما 150 میگاوات برق از ایران وارد میکنیم، آمار فرق میکند. در 2025 یک مدت قطع شد، بعد دوباره شروع شد. 2150 میگاوات برق ما وارد میکنیم از ایران. تنها آب ما 23,000 میگاوات برق میتواند تولید کند. آفتاب 222,000 میگاوات برق میتواند تولید کند. و با این بادی که ما در افغانستان 66,000 میگاوات برق میتواند تولید کند. 311,000 میگاوات برق ما ظرفیت تولیدش داریم. فعلا ما تقریبا از آب 302 میگاوات، از آفتاب 88. بنابراین ما وقتی که مثلا 23,000 میگاوات برق تولید کنیم، ما دیگه از ایران برق نمیخریم که پول ما برید جیب ایرانیا به عنوان مثال. و تمام مردم افغانستان ما میگیم مجانی برق مصرف کنین، هیچ نه بیل بدهین نه چیز بدین، به خاطر که تنها آب ما 23 متا یک حکومت باشد، یک متخصص در رأسش باشد، یک جانفیدا در رأسش باشد، شیردان آب بالای آسمونی قطع کند، بالای مجتبی خامنه‌ای قطع کند، بالای نمیدونم رئیس جمهوری ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان قطع کند. فعلا ما پشت پا میخوایم که یک قطره بگیریم، سرصداشون داسمان برآمده و تهدید میکنه. و من میترسم که ما باز هم مثل در رابطه با ایرانیا، متاسفانه من هلمند میدیدم، اصلا اشک از چشم انسان جاری میشد. مردم هلمند میدیدم، همون هلمندیایی که بیشترین پشتیبانی طالبان بود و بیشترین قربانی رو داد، خدا شد از درخت‌های میوهشون خشک شده بود میکندن، اما آب ما میرفته ایران. به خاطر که 351 یک موافقتنامه مساشفه امضا کرده که این در مقابل آب ما 1 لیتر تیل یا 1 تومان به عنوان مثال پرداخته نشده، 100% به نفعش است. و این ما میتونیم که از نظر حقوق بین المللی فسخش من پیشنهاد کردم به عنوان مثال پیشگیری کنم. 351 شما ببینید حکومت ها بسیار تغییر کرد، نظام ها تغییر کرد، احزاب تغییر کرد، اشخاص تغییر کرد. 351 داود خان علیه این موافقتنامه مساشفی تظاهرات را انداخت، مساشفی قضا را رد و بیرا میگفت، اما داود خان که به قدرت میرسه همین آب به ایرانیا میدهد. حزب دموکراتیک خلق، پرچم و خلق و شورای ها هر کدامش روز در سرک علیه موسی شفیق و زاهد شاه مظاهره میکردن، اما همین پرچم و خلق وقتی در قدرت رسید بیش از آبی که لازم بود ایرانیا میبرد و صدایشان نکشید. ربانی که آمد این چیز، مجددی این چیز، کشتمن و نمیدونم بعد از امارت‌های اول که آمد، دوم که آمد، کرزی و عینوغن که آمد این چیز.